асосан дар одоби исломӣ дохил мешавад, бояд шахси рӯзадорро ҳурмату эҳтиромашро ба ҷо овар аз рӯи одат ё ин ки маданияти исломӣ бояд ин чиз бошад. اگر چشم قلب داشته باشید و اگر دست قلب داشته باشید و سخنهای قلب اگر بید، این روزه شما فقط به خوردن و آشامیدن نیست بود. روزه به آن است که با تمام کاملی با تمام وجه باید صاف بودن در کار. شکل نباشه، باید احترام باشه، نخواه پیش روزدارو نخواه، یا احترامی کنم. خدا پیش روزدار نخورم، احتیاط کنم. در پیش روزه که بیشتر هم وقت در کنند، در روزان در کنند، به روزان در کنند. زنکایی که مثل که چیزان باید احترام کنند نظر به رمضان. چگونه باید احترام کنند؟ باید چشم است، چشم میغلطد وقتی سر آنو باید احترام کنند که باید همین ماهی شهری رمضان یک ماه همین گناه‌های باید شستن کنند. لباس دخترها باید ملی باشد، خیلی تنگ نپوشن نگردن. اگر بپوشن چی میشه؟ خیلی روی رمضان چی؟ بالای. لباسی تاجیکی پوشن مثل که لباسی خیلی ساورمینی نپوشن. خیلی خدا با شکر وقت روزه دیدیم هم دخترای دیدیم دست شما گرفته خورده است. خیلی خدا ایسافته همش هم کرتا پوشیده و خیلی فرمای غیر پارت. برای من فرقیتی نداره. کی میخوره کی مینوشه هر که برای خودش میگیره. خیلی چخل باید که وای که خورد نفسی آدم چخل است. میکشد دل آدم. اوی دهانی آدم میرود. خوردن یا اینکه نوشیدن یا اینکه لباس اوریان پوشیدن این راستی بر مدنیت اسلامی ما راست نمیآید. راست با اون سببی که مثلا ماه شریف رمضان رو ماهی است که از همه چیز باید روزدار بود، نه تنها از خوردن و از مثال نگاه و چشم رو از هر چیز نگاه داشتن، زبان رو از گپ قبیح نگاه داشتن. دل که آینه شاهی است غباری دارد. از خدا میطلبم صحبتی روشن رایی. برای همین هر کس باید احتیاط کنه.